سلام دوستای عزیز، خدا کنه خوب و خوش و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، رفته بودیم امروز جمعه بازار، تو سودا خریدیم، پالک خریدیم، گندنه خریدیم، دیگه بیر خریدیم. اینجا ریچی هم هست، مالتا خریدیم. مرتضی قد ما نرفته بود، ما تایره مادرش رفته بودیم. چکنیم خریدیم راستی دوستای عزیز، یک دو تا چکنیم خریدیم. این برتن نشان بده، چکنی بسیار مقبول، بسیار مزداش چکنیش. تایره قد ما رفته بود، ما مانده کد تایره امروز. دوستای عزیز بیرش بسیار خوشم میاد، بسیار مزدار است بیر. سلام دوستای عزیز، خدا کنه خوب و خوش و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، باز امروز آمدیم یک هوای تازه، هوای فرش تنفس کنیم. دوستای عزیز میبینین تایره قدیم آمده، مرتضی آمده. امروز بعد یک اشپزی داریم. شما شای خودم سم کنیم. یک اشپزی داریم. عزیز خاشا را سم کنیم، دیگه دانم سم کنیم. یک گوگرد میخواه. ویدیو بانک واس کن. عزیز مرتضی چه قوایی سایکو چی میکنه؟ گاز میخوره. پای خود برگای درخت میره، شاخهای درخت اون دامنی میرسانه. دوستای عزیز، آتیش روشن کردیم، دیگه هم گل زدیم. دیگه ببینیم که دوستای عزیز ما را همراهی کنین، ببینین که ما تا کجا رو میرسانیم. ولاگ امروزه چی پخته میکنیم، چی رقم پخته میشه، چی رقم مزدار میه نمیه، برتون دیگه نشان میتیم امروز. دوستای عزیز، سعی که ولاگ تیر نکنین، دانه دانه سعی کنین که طرز تهیهش هم بفهمین که چی ماماده و چی نمک مندازیم و چی مندازیم و چی مندازیم و دارو مندازیم چی مندازیم، کلی رو برتون اینجا دانه دانه برتون تشریح میتیم. دوستای عزیز، خاشی ما پشتنه دفعه اینجا انداخته بودیم، هنوز بود کس چی نکرده. بنداز خاشا، بنداز خاشیش خلاص میشه. خاشا بنداز پشت کوچیم. دوستای عزیز، مالتا ما آوردیم اینجا، با اجازه تم بشینیم یک مالتا بخوریم. بخور دوستای عزیز، بیر ما آورده، بیر مالتا ما. بخور تو بچه مر، بخور بر خود پشت کردیم، خودتو بخور. لا تزقق. مرتضی حالات پر خاک میشه. دوستا دیگه امروز سبزی پخته کردن داریم. پالک بسیار دیر شده بود، پالک سم نخورده بودیم. دستپخت خانم خود دیگه پشت سبزی پشت پالک دیق شده بودیم. امروز این آمدیم پالک هم آوردیم، جایتان خالی. دیگه امروز چاشت پالک میشین جان کنیم. خاشای ما خوب ذاته والا. اینی سیکو تایره رو سیک مرده خوری میکنن، گل بازی میکنه. از او گل ما چی کنیم؟ خالی کنم میسه. خالی کن. نه زچر بس. او شخص. این ده. درخته گل جانم نمانده. تک چی مرده خوری که داره دوستای عزیز، چرخم مالتر چرخم میخوره. تک
سک بچی بهتر بری سر پاک کن. عزیز ما بین دی پالک خود دیگه گندنه میندازیم. اینیم سیرش سیر. دیگه بعضی داروهای دیگه هم هست. نمک هست. نکن آتیش تیز نکن. برو لنده کن دیگه الباس. خیر بعد. انا قبسه آن برو میده مثل این از پالک. این از گندنه. نماند او نماند خواب داند بین. دوستای عزیز اینا پالکه یا سبزی را سر چی میندازیم؟ سر گندنه. ما بینش چی منداخت چی میگه سیر. او راستی چی؟ دارو مارویش نمکش کی میندازی؟ نکن تایره دور برو. تایره نک بچیم. تایره سر چیشتی سر خاکشترشتی بالاش بچیم. پیرنخ چتال گید بچیم. اول به دکان بریم. دکان داره. بریم چی میخریم؟ من مشملو. ماشملو. دوستای عزیز نمکش انداختیم. دوستای عزیز اکسیز برتان بگویم که ناجوانی میکنین خب ولاگای ما بینندهش تا تقریبا 400-500 میرسه. ولاگای ما را کل سعی میکنین، نه لایک میکنین نه سابسکرایب میکنین. امیر چی کنین؟ ناجوانی نکنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین که کمک ما تشویق شویم که برتان ولاگای جالب دیگه هم جور کنیم که کمک جالب بیه. از این بعد یک کمدی ما بهش میندازیم. دیگه اکتینگ میکنیم ما بینش. بعضی اکتای جالب میکنیم. دیگه دوستای عزیز لایک و سابسکرایب از یادتان نروه که ولاگ ما خوشتان آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین، ما تشویق شویم، لا دیگه هم تشویق شویم. دوستای عزیز چقدر مصرف میکنیم ما سیک میبینید. روغن 5-5.5 روغن، سبزی هر هفته برتان ولاگ مقبول جور میکنیم از آشپزی. برتان چی از پجایی هم یاد دادیم، بولانی افغانی و رقم. مقصد بعضی رفیقایت نگویه که افغانی بولانی که تکراری سو که ما پخته میکنیم ما یاد داریم. هر کس طرز تهیه و جور کردنش فرق میکنه. امکان داره که شما پخته میکنین این تو چیز که ما پخته کردیم من نخورده باشید. از همین خاطر میگم که میبینین ولاگا را که دیدین لایک کنین، سابسکرایب کنین که اما مرتضی و طایره ما خود ما تشویق شویم بفهمیم که این مردم دوستای ما، رفیقای ما، بینندای ما این ولاگای ما را میبینه و لایک میکنه و سابسکرایب میکنه. از بعضی رفیقا و دوستا، از بعضی بیننده های عزیز که ما را لایک کردن و سابسکرایب کردن بسیار تشکر، سپاسگزاریم. دوستای عزیز دیگه خانه تان آباد. دوستای عزیز و بعضی کسایی که نکرده لایک و سابسکرایب لطفا لایک و سابسکرایب کنین. ما برتان ولاگ های بسیار مقبول جور کرده و تقدیم تان کنیم. دوستای عزیز امروز بعد دسترخوان در طبیعت آوار کردیم. نکبچیم پیش دسترخوان بگه نکبچیم. بعد این سبزی ما، ماس ما، چکنی ما، نانی بسیار لخص افغانی ما. دوستای عزیز کسایی که در پاکستان است مسافر است این نان افغانی بسیار سخت برش پیدا میشه، بسیار در تکلیف سر ما تجربه شده. حالا مزه داره. دوستای عزیز نان خورده شد. تشکر که تباهل ما را همراهی کردین. تشکر دوستای عزیز که ولاگ‌های ما را لایک میکنین، سابسکرایب میکنین. دوستای عزیز لیکن تو هواخوری دفعه یک دفعه میبریم بعد چیزای هواسانه بر خود پخته میکنیم. بر ما بر فعلا هواسانه شده چون که از خانه برآمدیم، خانه و زندگی رفت. 3-4 سال است که
در مسافرت تیر کردیم. همیشه غذای دست پخت دیگه کسا میخوریم و در طبیعت خود پخته میکنه دیگه. همیشه میده دمی 3-4 ماه شروع کردیم که بعد واسانه بر خود پخته کنیم برایم در طبیعت بشینیم، غمای دنیا را یاد خود ببریم. بعضی قاعده و قوانون و قیدگیریایی که در خانه داشتیم و در زندگی داشتیم باید ما خودم گذشت کردم در زندگی تو مشکل. تب خلاص، تم تو سر خلاص، تب خوش زندگی کنیم. 2 روز زندگی 2 روز دنیا است. آدم که خوش بگذره نخواست زندگی میگذره. تشکر بازم دوستای عزیز که مرا رای کردید. دوستای عزیز لایک و سابسکرایب از یادتان نره. خدا حافظ. سبسکرایب ازشون برو.